و پاس قطری بلند صادقی رو صاحب توپ میکنه، خیلی قشنگ بازیکن محو کرد، گل توی دروازه، گل اول برای پرسپولیس. حرکت عالیه سعید صادقی پشت توپه، آمده ارسال رو دروازه، خطرناک موقع برای پرسپولیس، توی دروازه گل تساوی رو میزنه تیم پرسپولیس و این ایوب الاملوده که بازی رو 1-1 مساوی میکنه. تیم 10 نفره پرسپولیس به بازی برگشت. تیم آقای اورونوف، موقعیت هست برای پرسپولیس درون محوطه جریمه و توپی که درون دروازه قرار میگیره. گل اول محوطه جریمه، موقعیت هست برای ایصال کسی و توپی که درون دروازه قرار میگیره. گل دوم پرسپولیس تهران هم در 8 جریمه بیان دورخیز میکنه، میزنه در خلاف جهت و گل اول پرسپولیس. گل اول پاس عقب خطرناک، میتونه تک به تک بشه. گل دوم به راحتی عرض کردم، بازی که رو اشتباهات فردی تعیین کننده است. طرفداری پرسپولیس نیمخیز هستن تو ورزشگاه. کنانی حرکت میکنه، کنانی میزنه رو خلاف جهت، گل برای پرسپولیس. حسین کنانی در شهر 2026 برگزار خواهد کرد. پرسپولیس در اولین فرصت گل توی دروازه، چه گلی هم میزنه علیپور و اینجا دروازه رو باز میکنه روی یک تیم چادر ملو شد. یه ارسال بلند و تو بازم به تیر خورد. موقعیت برای پرسپولیس، ایوب املود و گل برای پرسپولیس. اما داورم از این نظر دومین تیم برتر لیگن، یعنی پاس صحیح به هم دیگه بدن. حالا یه موقعیت عالی برای پرسپولیس و گل اول علیپور میچرخه، حالا توی دروازه علیپور آشتی میکنه و حمله پاس رو میده آفساید هم نیست چون از زمین خودشون حرکت کرده بود. باشه سرعتی میلاد محمدی داره اضافه میشه، وحید امیری چیپ میندازه، چه گلی زد وحید امیری، چه گل فوق‌العاده‌ای. پرسپولیسیا تا به گل برسن، پرتاب بلند و به داخل محوطه جریمه، موقع برای پرسپولیس و بالاخره گل زد. فرشاد فرجی حساب کارو 1-0 میکنه. طوفان سختر سمت راست، فرصت برای پرسپولیس و توپی که توی دروازه قرار میگیره، نتیجه 1-0 میشه و سال برای جواو، کنترل موقعیت داره، اونجا یه فرصت، یه بغل بابا توی دروازه گل برای لوکاس جواو. استارت میزنه خود جواو، میگیره توپو، یه سر توپ جواو و توی دروازه. حالا سمت راست یه موقعیت دیگه برای پرسپولیس، ببینیم گل سوم میزنن یا خیر. فرصت دارن، یه کاتبک، یه بغل بابا توی دروازه. مسعود ریگی شاد با پای چپ توپ ارسال خواهد کرد. سانتور بلند احمدزاده، فرصت این بار هم برای سرزنای پرسپولیس و فرشاد فرجیه که حساب کارو برای پرسپولیس 1-0. از درگیری فیزیکی با بازیکن‌های عراقی میترسه. حالا یه پاس برای اوسون اورونوف، خود ژواو اضافه شد. اوسون اورونوف باید ضربه رو بزنه و 1-1 مساوی. در این لحظه امید به لسیانی ضربه پنالتی رو میزنه و تو دروازه. این طلسم لعنتی نبردن بالاخره شکست. علیپور توپ ارسال میشه، ضربه سر بازیکنان ملوان، برگشت و گلی که به ثمر رسید. صادقی توپو میفرسته، ضربه سر زده میشه به سمت دروازه و توی دروازه. خط دفاعی سپاهان کم کم دارن جلو میان، یه ضربه از راه دور و گل برای پرسپولیس. حرکت میکنه به سمت توپ، این بار میزنه و توپ رو در گوشه دروازه قرار میده. از بین مدافعی فرار میکنه علیپور، تک به تک با دروازه بال علیپور و باید ببینیم در دقایق باقی مونده چه اتفاقی میفته. باز هم اورونو پرتدادن پرسپولیسیا، یه پاس رو به جلو، اینم گل دوم. نامداران پرسپولیس، حالا فشاری که پرسپولیس داره میاره تو محوطه جریمه، فرصت و تک به تک گل. فرجی، یه ارسال، یه فرصت، علیپور چه گل. توپ بعدی رو علیپور میره که بدزده، این کارو به خوبی انجام میده. خود علیپور یه پاس عالی، فرصت برای اورونو. خود سعید صادقی هم زد ضربه ایستگاهی رو، یه فرصت، گل علیپور. بازم فرصت برای پرسپولیس، اورونوف. محمدی هنوز پاس داده به عقب، آلیشا یه فرصت، ضربه و گل. آلیشا برید دروازه، ضربه سر، گل توی دروازه. شون ظاهر شدن پشت محوطه جریمه. حالا بازیکن پرسپولیس فرصت برای
سعید مهری ضربهشو میزنه، یه ضربه سر، گل. و حالا گبلستیانی میزنه و علی شاه ارسالش خوبه، بریه دروازه، سردار دروازه رو باز میکنه برای پرسپولیس. سردار اثر گذاشت، ارسال فرجی، یک ضربه است یاران پرسپولیس و توی دروازه گل مساوی برای تیم پرسپولیس. محمدی رو ارسال محمدی بلند، یه ضربه سر و توی دروازه گل دوم برای زمین میزنه، باز رو به جلو، موقعیت عالی برای پرسپولیس و حالا دروازه باز شد. گل مساوی رو علی پور به ثمر رسید. یک کنانی ضربه رو میزنه و گل برای پرسپولیس. نتیجه 1-0 میشه. حالا دو نفر از پرسپولیسی حتی رفتن الان تو آفسایدن، ولی خب بلافاصله برمیگردن، یه فرصت و گل توی دروازه. یه پاس طلایی از سروش رفیعی و علی پور. میکنه موفق خدابندلو داخل محوطه جریمه، موقعیت برای بازیکنان پرسپولیس و توی دروازه سردار گرسو بازبینی قرار میده روی تیر، یک خطرناک و توی دروازه قرار گرفت. حرکت عالی، جایگیری صحیح، یه پاس تو در عالی، محمدی زاویه عالی، موقعیت ایدئال و چه گلی رو زد. ببینیم از این موقعیت چه استفاده رو خواهند برد. کماکان صاحب توپ هستن، ارسال بلند به درون محوطه جریمه، موقعیت برای تیم پرسپولیس و توپی که درون دروازه قرار. دفاع من بازیکنان شمس آذر، ارسال خطرناک، ضربه‌ای که میزنن و توپ درون دروازه قرار میگیره. توپ درون دروازه پرسپولیسی از محمدی، یه ارسال با پای چپ خوب ارسال میکنه، ضربه سر و حالا دروازه نساجی رو باز میکنن پرسپولیسیا. اثر میذاره میلاد محمدی، توپ رو ارسال میکنه به محوطه جریمه برای دورسون، در برگشت ضربه و توی دروازه گل برای پرسپولیس تهران. دنبال میکنه میلاد محمدی، توپ رو میفرسته به محوطه جریمه و توی دروازه ارسال میشه به محوطه جریمه، فرصت برای پرسپولیس و گل سوم توی وحید امیری، ارسال توپ روی دروازه به تیر دو، ضربه فرشاد احمدزاده و توی آقا مجتبی امیری عزیز. استون اورونوف فرصت داره پرسپولیس و گل رو میزنه. استون اورونوف دروازه رو باز میکنه، به چپ میره، اورونوف حرکات خاص خودش رو انجام میده. استون اورونوف باید پاس بده سریعتر، خدابندلو 1-2 انجام میشه، اورونوف گل اول برای پرسپولیس به ثمر میرسه. سال بلند سروش رفیعی، ضربه سر، گل دوم برای پرسپولیس به ثمر میرسه. یعقوب براجه برای